مرگ برای شما چی معنی داره؟ $2000 ده. 20,000 سومونی. ای میشه 15,000 سومونی. ادی مرگ هم بو میخوره با یک دیگر من باوری برآمده دوست خانه گفتن این هنوز هنر نیست. بسیار گپ‌های بیهوده بسیار بوده است محکم کردم. خوب در کار نیست. خوب کردی. ما یک بار زندگی میکنیم. برای هنرمند داشتن عنوان تا کدام اندازه مهم است. در ما از صفت پستی نمایشنامه‌های تئاتری کسی که پیش بیاید شکایت میکنه. همان نفری حتی که یک بار تئاتر هم نرفته است شکایت میکنه. گفتن میگیره چیزی خواهم میگه. شما شکایت دارید؟ اگر همین قدر شما خدمت کردید، مهنت کردید، هنر دارید، تا امروز عنوانتون نمیدادند، چیکار میکردید؟ میخوام هیچ تمام نیست. شما هنرمند مردمی تاجیکستان هستید. بله. در باره هنرمندان عموما اهل فرهنگ شما بسیار برنامه میکنید در باره روزگارشون و کار و باشون. چرا در باره شما کم مینویسند و کم میگویند؟ نمیدونم. و فکرم مینویسن برنامه و من بسیارتر نمیخوام در باره من برنامه باشد، برای اینکه من برنامه معرفی میکنم دیگروی وقت نیست برای خودم معرفی کردن. یک هنرمندی که قریب 70 سال 69 سال دارد. بله. در همین زمانی که یک وبا همه را پخش کرده است بگیم چگونه روزش رو شب میکند و شبش رو روز میکند؟ علاقه ما هممون میدونیم، شاید جوان ها فکر نکنند، موسین سال ما میدونیم که همه انسان مرنده است، برای همین تیار شدن در کار. لیکن چخیل با وای چخیل مثلا مرگ انتظار میشوی و در همین وقت گمان میکنم که هیچ کس رای ندارد، ارزو ندارد که همین وقت فوت. بله. من شما رو نمیدانم، اما متاسفانه من همین خیلی فکر میکنم که همین وبا از همه زیاد اهل زیوی ما رو برد. وقتی که یک خبر، یک همکار، یک همفکر، یک هم مقصد و من اهل زیو رو شما میشنوید، بله، چگونه اون رو قبول میکنید؟ میدونید وقتی که اینقدر شخصانی که ما میشناختیم، اون باز هستن نفرانی که ما نمیشناسیم چقدر از دنیا رفتند، لیکن وقتی که من یادم هست که 3 می بود، وقتی که رمضان بود بگوهی، وقتی افطار من برساندن که سوری سبزلی و گذشت. همکاری مو یک روز پیش من همراهی وی گپ زده بودم تلفنی، آوازش جرنگوس میزد، با گفتم که بیا تو چخیل آوازت جرنگوس میزنه، تو بیمار نیستی، صحتی. و وقتی که حاضر زنگ می شود در تلفن، آدم در فکر تو فهمیدن خاطر می شود که بوس چی می شنود. و البته این برای ما، برای اهل تئاتر ما، شخصانی که از بین ما رفتن، ببینید که خیری نظر و سوری سبزلی و مولود عبید و شب طولی و یمن رسوممون احمد شور فتشوی، همه شخصیت ها یکی، همه هنر پیشه هایی که شناختند و شخصیتند. شما همین خبرها رو به درد قبول میکنید؟ همین بودم؟ بله، چخیل ما همراه اینقدر سال کار کردیم و کسب ما یک کسب است که مثلا از دیگر فرق میکند. مثلا کارگر میتواند روزی در روز در نزد همون و یک کار کند و رود خونش با آرام خوب رود، تمام کار کرد صادقانه. لیکن هنرپیشه حق ندارد، من گمان میکنم که یک قفا موند از جمعیت، از خبرها، از روزگار، از وی
باید همه وقت در ایجادیات باشد، در خواندن کتاب باشد، در یک خبرهای باید شود و بیشتر چی موی نزدیک میکند به یک دیگر. برای اون که ما به سفرهای هنری می رویم، الکی پگاهی یک جو چای می نوشیم، نصفی روزی بگاهی با شب میویم همون میم خانه با هممون میدونیم. مثلا درباره همکارم من میدونم که فرزندوش چقدرند، چند نفرند، چیکار میکنن و یا همین خیلی درباره من با یک دیگر وقت رو بسیار میگذارید برای همین گونه. بله. بعد مثلا درباره نقشت میتوانی هم فکرهای همکار تدانی، جانب ها شنوی. جانب ها شنوی. معلم شما سرایت یافتید از این کسا؟ نه، خدا با شکر که خدا با شکر. معلم چند سامانی در کار است که شما یک ماه به مشکلی زندگی کنید؟ نمیدونم. تقریبا چقدر است خدا برای فقط سیر شدن؟ برای زندگی کردن، سیر شدن، یک جا رفتن، یک معرکه خورسندی دیدن، یک لباس خریدن، یک زندگی شایسته داشتن. خیلی ممکن یکون $2000 ده. 20,000 سامانی. خیلی میشه 15,000 سامانی اگر رای کنیم، نه صرفه کنیم رویم و بیاییم. مرگ برای شما چی معنی دارد؟ چی معنی دارد؟ برای بعضی ها تمام نیست. برای شما چی معنی دارد مرگ؟ من امید دارم که در اونجا باز بعد مرگ هم وو میخوریم با یک دیگر. من باور میکنم که اون فرض کردیم زنده شدن پس از مردن هست. اول شما با اون باوری دارید؟ باوری دارم. تمام. کی آخرین بار شما با جای با استراحت رفته بودید؟ من پارسال وای رفته بودم، انتالیا رفته بودم، نام گرفته بودم. مخصوص برای دم گرفتن انتالیا رفتید؟ فرزندم دسترس کردن، من رفتم همراهی. 3 جای خوب برای استراحت کردن کجا هم فکرش؟ اگر همین اتمسفر نقض باشد در خونه هم نقض استراحت کردن ممکن. لیکن من میخواهم که من سفر کردن نقض میبینم. من جاهای مقدسه میخواهم رفته تماشا کنم. من هندوستان تماشا کردم، رفتم در افسانوی، دولت افسانوی رفتم، اسرائیل، فلسطین، جاهای مقدسه تماشا کردم و میخوام حج روم. حج میخواهید روید؟ آن نقشه نیست؟ نصیب باشد. کی بودن آسان است در زندگی؟ کدام کسب نماینده کدام کسب بودن آسان است؟ من دیگر کسبای نمیدونم. من فقط همین هنرپیشه‌ام و میخوام هنرپیشه‌مونم مادر بودن. بسیار افتخار است برای من. بیبی بودن افتخار است، هنرپیشه بودن افتخار است. بهترین اکتور دنیا به فکر شما کی است؟ بسیار اکتورایی که بهترین توپ یک تا بگید، یک تا من. مثلا همچون وای اکتوری که بسیار در دوره دانشجویی من نقش بسته است در مینه من این اسمت تونوسکی بود و بهترین اکتوری که در تاجیکستان بود محمود واحدوف بود. گمان میکنم که به درجه او و هاشم گدایف این شخصی هست که نسبت کسب خود از حد زیاد صداقت دارد، مهر دارد و از کارگردان ها، مثلا از کارگردان های جوان فاروق قاسمی میگفتم. ما یک اکتور گفتیم، شما 3 اکتوری بهترین و یک کارگردان نامبر کردید. این پیشروی است، برای که سوالای من بعد نیستن دیگه.
وقتی که نقش بد می‌آفریم ما اومدیم به اونجایی که شما گفتید ما یک بار زندگی میکنیم. بله. میارزد که ما همین یک بار که زندگی میکنیم با مردم خودمون را هم خیلی نشان دهیم که نقش بد آفریدیم و این پوشیده است که شما را مردم فقط آفریننده نقش بد میگن. برای چی؟ من هنرپیشه‌ام پیش از همه. من 5 سال تعلیم گرفتم در دانشگاه. من اگر نتوانم نقش منفی و مثبت بازی کردن وای بر حال من باید توانم. من در این لحظه فکر نمی کنم که تماشابین چی میگوید، خلق چی میگوید، من سعادت عزیز و بد میبیند، اینا من فکر نمی کنم. من باید همین خیل نقشم آفرم که تماشابین یا در خاطرش ماند و نقش منفی بسیار وزنین است بازی کردن. در کدام فیلم رولی یا اینکه نمیدونم نمایش تئاتری خودتون بودید؟ در همه نقش‌هایی که اجرا کردم اگر خودم نباشم در اونجا دو تا هست سعادت که نظارت میکند، هست قهرمانی که اجرا میکنم. اگر سعادت به قهرمان بوده نمیتواند، همه وقت نظارت سعادت هست، دردی من هست، علمی من هست. وقتی که مینالیم متاسفانه اکثری فرهنگیان ما، اهل جای ما از زندگی امروزشون مینالند و ما توجه کم است میگن. یعنی هنر اونقدر قدر نمیشود. شما می احساس میکنید؟ بله، این درست است که توجه کمتر است عرض کردیم هنر و لیکن ما خودمونم گمان میکنم که بعضی چیزهای سبوک، چیزهایی که وای شأن همون هنر پیشه به میرون اجرا میکنن. حاضر همه خیلی گروه های پیدا شده است که برای خنده تماشابین خندن، لیکن معنی همون پرچه از عبارت است نیست. بسیار شدن حاضر همه. بسیار من خفه میشم وقتی که میگویم که یگون معرکه میرویم، یگون جمعه شینیم میگویم که یگون نقش دیگر نیست، همین نظم میتونه همین گرفته برید. من بعضا نمیتونم گفته، بعضا میگویم نیست. سخت میرسید من نسبت کسبم که برای چی ما 5 سال میخونیم دانشگاه و بعضی ها حتی تو حاضر نمیدونن که مقصد همین کسبش چیست. برآمده دوست خانه گفتن این هنوز هنر نیست. مناسبت شما با نفرانی که از مکتبی اکتیوری نگذاشتند در همین سفر کار میکنن چگونه است؟ اکنون میدونید در مکتب اکتیوری هم خوندن مثلا 25 کس تمام کرده باشد، قابلیت هنری همه اونها برابر نیست. این چیز اکنون طبیعت هست که دوده است، همه موبه هست، استعداد هست. بعضی موبه کم، بعضی با موبایل، بعضی با بسیار. برای همین سایکل دادن هنر این وابسته به خود انسان است. مناسبت شما خوب است همین؟ بله بله. یعنی شما نمیگید که این هنرپیشه جوان مکتبی اکتیوری گذاشته است این بالاتر، این اشکی نگذاشته است این پایین‌تر؟ نه، من هنرپیشه‌ای که استعداد ندارد قبول ندارم. نه تنها جوان، شخصی کلون بگیم که هنر نباشد وای نیست، قبول نیست. میگذاریم با دوامی همون سوال بلوگی. خب در بالای نالیدن شما هم مینالید؟ من همین خیلی طبع من خیلی گویم که من نقض نمیبینم وقتی که مردم مینالن. شکایت میکنن، ایدور میکنن و یا اکنون حضور اینجا درباره من اگر شخصا درباره من گپ زنم، من خیلی اویلی
زیویی با کلان شدم بسیار بد نبود زندگی مونکن گویم در دوره سویتی همه یک زندگی میکردن لیکن هر کس تقدیرش هر خیل است مثلا من در 30 سالگی شوهرم وفات کرد 3 کودکتی موندم و برای چی من نولم شما من به نمیتید که پول من گریه کنم نمی نولیدم من کار میکردم مثلا در خوابگاه زندگی میکردیم من فروشی میکردم تو ساعت 11 تو تئاتر رفتم همون کسی که رخصتی میرفت من بگفتم که میخواید شوید خیلی 70 سومی دوره سویتی این پول بسیار شب پگوی میشوشتم شب ساعت 11 بولی بسوم میپوشیدم میرفتم اکتریسه تئاتر این از هیچ کس نمیخواستم اولا که نمیخواستم تحقیر نیو چخیل گویم نمیخواستم ده از زندگی من بوری یک کسی دیگر بپرتیم البته خونه پدر و مادر فرض کردیم فرزندوی پدر این کمک میکردن هر کس چقدره که میتواند لیکن من نولا نمیکردم اینجا وقتی من یک بیچاره و من موندم و من خیلی همه خوب گفته بودن همه خوب گفته بودن حاضر ما همه خیلی عذاب کشیدیم اول 75 گرفتیم بعد 85 بعد 95 بعد 110 شد بعد 120 شد بعد 150 شد 170 شد SSR تمام شد. شما در فضای مجازی در اینترنت در کدام شبکه‌های اجتماعی هستید؟ من استفاده می‌برید؟ نه بسیار کم من فقط می نویسم فرزندم بیرون از جمهوری باشن می نویسم میتونم دیگر کدام شبکه؟ وایبر میچه هم وایبر قطعی می نویسم تمام دیگه اگران کارو بارم نه برای که لایک شدن من با فیسبوک بسیار گپ‌های بیهوده‌ام بسیار بوده است محکم کردم خوب در کار نیست خوب کردید معاشی که حاضر میگیرید از اون قناعت هستید؟ حاضر میدانید چی در این 30 سال همه چیز جوانی یک وی هست که هم بقواتی هم کار کرده میتونی هم خونده میتونی هم وای حاضر البته من استاد صحنه هم میرسد و خیلی با مسئله لباس و دیگر چیزو با فرزنده اردم میکنن توفه میکنن میگیرن میتونن این خیلی هم از خدا با شکر لیکن تو اینا ما هم همون سختی هایی که از جوانان میگوین که این خیلی ما هم همون وی گذاشتیم از اهل ویلتون یا کس به تئاتر میاد؟ همه نمایش های من به اول اهل اویلمون تماشا میکنند همه 3 فرزند دارم هر 3شون معلوماتی موسیقی دارند لیکن کارهاشون اختصاصشون دیگر شد. شما با دیگر تئاتر میروید؟ البته هر یک نخست نمایش با میروم تئاتر جوانان تئاتر لختک میروم تئاتر اپرا میروم مایاکوفسکی میروم همه ما باید رویم ما باید یک دیگر و رویم پریمیره خوبه وقتی که عنوان داریم خب شما عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان رو دارید من برای هنرمند داشتن عنوان تا کدام اندازه مهم است؟ اگر چه گویم برای این مثلا خدمت میکنی و عنوان میگیری میتوانی وای کردن اگر همین چیزم برهم تیانم هیچی وای ندارد لیکن نه من دیگر خیلی گفتنیم عنوان هنری توی خرسان میشوی قدر کردن است هنری توی قدر کردن لیکن هنر تو خودت مهنت میکنی میبروری تو خودت سعی کنی تو خودت میکنی اگر که
تو هنرپیشه همین وای اصل باشی که دونی که هنرپیشه بودن چی است اگر خوب شما گید نه شما گید اگر چخیل گویم فقط متن ازیاد کرده برآمده گفتن این هنوز هنر نیست اگر همین قدر شما خدمت کردید مهنت کردید هنر دارید تا امروز عنوانتون نمیدادم چیکار میکردید؟ بهشون که نمیدادم چیکار میکردید؟ خیلی البته این برای هر یک هنرپیشه سخت میرسد نه تنها من میرسد ولی برای که مهنتی و یک قدر نکردن و هر کسی مهنت سخت نمیرسید دروغ میگوید سخت میرسد نه البته این ما چی داریم ما هنرپیشه ها غیر از اون بون ما نه خانه های دبدبه داریم نه پول زیادتی داریم نه در خارجه نه در وای میتونیم یکان کارخانه داشته باشیم ما هیچی نداریم ما فقط معاش داریم و اون شما در فیلم های خارجی نقش بازیدید؟ نه بازیدم در کارهای دیپلمی بچه‌هایی که اون وقت اتحاد شوروی بود ویک تمام میکردن می اومدن مثلا در یک عبدالغنی عرب بازی کردم و یک دیومش بود بسیل سیریا شکل من مونن بود همون عرب و یوبس در عراق داشتم؟ نه ولی نقص میگرفتیم وقت از صفت پستی نمایشنامه های تئاتری کسی که پیش بیاید شکایت میکنه همون نفری حتی که یک بار تئاتر هم نرفته است شکایت میکنه گفتن میگه چیزی خواهم میگه شما شکایت دارید از صفتی من از دراماتورگ های محترم تاجیکستان خواهش میکنم از اونها که رولوی اثر بیشتر و جدیتر کار کنند و اثرهای نغز بیارن برای هنرپیشه ها برای کارگردان ها برای که بسیار دراماتورگ ها می نویسن تمام بعد به یک کارگردان صحنه‌ش بند و بستش و همش کمک میکند و وقتی که ما اومدیم کار با فقط ما میدیدیم که مثلا دراماتورگوی غنی عبدالله فیض‌الله انصاری اینا هم فکری میکردن کارگردان ها قطعی صحنه های دیگر میکردن فکری کارگردان و هنرپیشه ها را به این نوبت میگرفتن بعضا حضور میبینید دراماتورگو من پیش از سپاریدن نمایش بد میوین همگوری نیست همین چیز نیست حضور یعنی شما شکایت ندارید از نمایشنامه ها فقط شکایت دارید از دراماتورگ ها دراماتورگ ها و بعضا میخواهم که چیزای ارزون نمونن صحنه با میخواهم که چیزای نغز باشد وقتی که اثر نغز است وقتی که اثر بقوت است هنرپیشه کشوده می شود کارگردان بجور دل کار میکند هنرپیشه همون میتواند شبها ایستاده کار کند وقتی که چیزی زوره چیزی نغز است قیمت است شما دعوای زیایی بودن دارید؟ اکنون این اطراف باید به حقیقت که من زیاییم لیکن من گمان میکنم که این زیایی بودن در هر یک شخص در باطن است و ایمان این همون وجدان است که هر کس وای باشد و بیشتر میخواهم تاریخ میخواهم دوست میدارم میخواهم دونم بینم جاهای و یا خونم همه این چیزا برای هر یک شخص ضرور است که من میکنم بینم میخواهم دونم بیشتر وقتی که توصیه میدیم اگر حاضر یک دختره که 17-18 ساله زمین در یاده که نو مکتب میانه رو ختم کرده است باید که معلومه با من شما توصیه بدید که کدام کس باید انتخاب کنم شما اکتری رو توصیهش میدید میگید که رب اکتر شد
اگر پیش از اونه که اکتور شدن خواهد، اگر نخواهد و شهرت خواهد که تلویزیون برآمد کند، کینو برآمد کند، ستاره شود، نه. اگر از صدق دل دوست دارد، مهر داشته باشد، با عشق بیاید به هنر، با وینی که تلویزیون میبرم، منم میبینم، شهرت میبرم، این خیلی باشد؟ نه. نباید. برای چی بردی حضر جوانهای ما دیگر است؟ وقتی زمانی ما دیگر بود، برای که ما با عشق آمدیم، با مهر آمدیم با این کسب. حاضر یک بار کینو گیرن منه، یک بار نمایشتیان تلویزیون ده، برای دیگر چیز میویند. بعد بسیار جوانای حاضره، نه تنها اکتور و جوان ها، همه چیز تیز میخوان شوند، میخوان باقوی باشن، میخوان خونه هایی دبدبه داشته باشن، ماشین داشته باشن. درم نمیشود این چیز، درم نمیشود. وقت در کار، مهنت در کار. خورما در تابستان نمیپزد. نمیخوانی حاضر اینو دیگر خیلی. حاضر میارزد که در عصر 21 در تاجیکستان کسب اختیار انتخاب کرد. ما به اختیارهای نو احتیاج داریم، که همین قدری که داریم بس. حاضر هستم. نه، برای چه این قدر ما حاضر با گذشته سالهای 90 برمیگردن که وقتی که در نمایش های آزمون های پرستو، در آزمون های نوروز بود، بعدی پرستو، چه تاجیکستان رو به یک مکه تئاتری مانند کرده بودند. برای اون که فرخ حسین، برزو عبدالرزاق، بهرام طاهر، ولی احد، بهادر میرالی بیک کارگردان هایی بودند که این اثر نگاه میکردی بو اینش میخواستی پگاه بینی، بو دیگرش، بو دیگر، یک فضای ایجادی بود و هنرپیشه‌ها بیشتر همه هنرپیشه‌ها از همون آزمون پرستو شدن، شناخته شدن. حاضر چی؟ نبض ایجادی هست در ما؟ حاضر برای اکنون تماما جوانویم عیب دور کردنی هم نیستم. زندگی دشوار است البته برای ویو، لیکن از اونی که مینولی میگویی این یکون چیز دیگر نمی شود. ما هم خوبگاه در خوبگاه زندگی میکردیم. گفته شدم که 10 سال من در خوبگاه زندگی کردم. حتی دخترم دانشجو شد، بعد مخونه توانستیم گرفتن. لیکن برای همه این طاقت کردن در کار، کسب دوست داری، طاقت میکنی، میستی و یک روز امید دارم که همش نقض می شود. و برای چی نه؟ ما حاضر نیاز داریم به جوانانی که جوانای با استعداد. نیاز داریم؟ بله. بیایم خوانند. البته مکتب، این مکتب یک وی هست که همون جوهری که دو در هست در همون شخص، همونه روحی درست و نشون میتید چه کردم، چه کار کردم، چی و از درس های استادو هستن. همکارای ما بسیار استادایی که میتوانند کار کنن همراهی شاگردان. یک زیایی باید چگونه باشد؟ زیایی باید شخصی باشد که گمان میکنم که هم قدم زمان باشد. اگر که کم تر قفا موندی، چه خیلی هنر پیشه، اگر قفا موند باید هم قدم زمان باشد. زیایی بودن این همون باطن گفتم که در باطن شخص است زیایی بودن. وقتی که قبول میکنید معلومه، اگر با شما در همین کریرتون، در همین فعالیت ایجادیتون میشد لحظه ای که
پیشنهاد میکردن نقشی را آفرید که در آن صحنه های محرمانه داشته باشد. شما راضی میشید؟ نه من قبول ندارم. تماما. نه اکنون هست مثلا هست تو همون وای لحظه تماما این علاقه با خاص نیست با ما، با مردم ما خاص نیست. با فکر شما در سینه ما باشد رو میگونن لحظه هایی که نه؟ نه من گمون نمیکنم. اگر من کارگردان میشدم نه. برای عشق چشم هست، برای عشق شعر است، برای عشق نگاه هست، برای عشق اشاره است، مکتوب است بازی کردن. این چیز من هر کس هر خیلی خوب فهمم. سلامت باشی. وقتی که در تلویزیون کار میکنید، خب شما در تلویزیون دوشنبه HD کار میکنید. دو برنامه دارید در مسیر یادها و چهره. بله. رحمت برای این برنامه ها، برای اینکه بسیار اهل فرهنگ رو به مردم و ما معرفی میکنید و ما هر نفر اصلا هر چیز میگیرد از آنها ما باشیم تماشا میکنیم و بعضا چیزایی که برای ما در کار است میگیریم با آدم وقتی ما اینترویو کردیم از اونها استفاده میکنیم. این کاری بزرگ است. وقتی که یک کسی را قدر میکنید. شما در تلویزیون کار میکنید با کدوم خاطر؟ به خاطر که معاش اینجا رو نمیرسد، به خاطر که هوس دارید یا اینکه از شما کسی خواهش کرد که بکار؟ من راستی گم این فکر از کجا اومد وقتی که در شبکه یکم بودم. بعد اصلا حاضر کمتر برمیگردیم این جایی که ما نشستیم اصولخانه تئاتر لاهوتی. و وقتی که من در بیرون در حولی تئاتر دیدم رسم ها رو بازم در خانه های جاهای وای همون ها رو جمع کردم آوردم توزه کردم شستم. منم اینجا الونی شده شوی موسمی سال 38 39 اون وقت زبان لاتینی بود. منم اینو یافتم بالای تخته وای کردم همراه رسوم درست کردم موندم همین چیزوی گرفتم. بعد من یک گرانت نوشتم سورس و یا مبلغ جدا کردم. بعد من خواستم که همین اساسگذاری تئاتر لاهوتی و من تئاتر تاجیک معرفی کنم با هم حاضره شخصان و نسل‌های آینده. بعد برنامه ایجاد شد در مسیر یادها و من قریب من همین 80 تا برنامه دارم که کردم که در شماره در مسیر یادها نسبت همین آدما. بعد در رادیو تئاتر در نزد میکروفون. بعد همه خیلی شد که مبلغ نمیدادن برای هنرمندو. بعد من هنرمند به مبلغ نچی ولی منطبت نمیگیرد ولی نمیروادم نمیبیاید. همین چند تا تئاتر در نزد میکروفون برقرار کردم. خلاصه بعد همین خیلی شد که با دوشنبه جیغ زدن گفتم خیلی میلش با اینجا وای میکنم برای مبلغ نی. من حتی اونجا شرطنامه‌ای چه بگم غیری شتاتی کار میکنم. یک وقت می نویسن یک وقت نی. بعضا یکم شبکه هم همه خیلی بود. استاد محمد غایب میگفتن که خیلی کنون فراموش کردیم دفعه دیگه می نویسیم. بعد من میگفتم خیلی من با ارواح همینو بخشیدم. گنراره بخشیدم میگفتم برای ارواح همونو. من همین بعد اینجا من رسم های همین روی کردم لحظه بانی روی کردم پایون با اگر دیده باشید همینو همش از سورس بود. بعد با کم و بیش از تئاتر از مبلغ خودم میکنم. یک زیایی باید چگونه باشد؟ زیایی باید شخصی باشد که گمان میکنم که هم قدم زمان باشد. اگر که کمتر قفا موندی چه هنر پیشه اگر قفا موند باید هم قدم زمان باشد. زیایی بودن این همون
اما باطن گفتم خود در باطن شخص است بودم. در همین دنیا زندگی کردن دشوار است؟ هست هم دشوار هم اگر یک بس صحیفه زندگی هم خیلی نظر کنی بعضا خوب نداری بعضا بسیار وقت هست که شما جوانید بعد کلان سال شدید خوب گم میشه و همه خیلی چیزا میشه در پیدا میشه خیلی خدا شکر کن کسال نشونت خدا و چیز نگاه میکنی همین وای کینو برای میگذارد زندگی تو میگوی هیچی نبود است که هیچی نیست یک دم گذشت رفت همه چیز لیکن خورد بودم تا وقتی که مکتب میونه میخوام تسر میخواستم کلام شدم تسر کلام شدم تسر وای شدم تسر معلممون میدیدم که من کلام میشم من گپ زده میتونم که دقت کنم بسیار وای باشد هم خیلی احساسو بود بعدی که کلام شدی بعد وای میشد خود اکن فرزند اوتا گوش میکنی یا بیره اوتا بزن گوش میکنی و میخوایی که وایو باشن همین شیرینکوی وای تو با کمک بکنن مثلا 3 ماهی دراز همراهی نبیرهام بودم مثلا یک وای گرفتم که آبوزی کنند و یا خوجان زندگی میکنن اومدن آبوزی میکردن بعد میخوابوندم وای بعد وای یک نه تنها وای دم میگرفتن من خودم هم قطعی وای دم میگرد ویتامینوی زنده نداره حقو تمام آخیران خب با فکر خودتان عمرتون را چگونه گذراندید؟ بعضا هست که زندگی من گمان میکنم که بسیار مشکلی های زندگی بود لیکن همه مشکلات ها رو من گذشته توانستم ارادم ناامید نشدم همه وقت یک وای دیگر داشتم که نه پیش فقط وای و شایمان نیستم از اون چیزی که بعضا تقدیر خیلی همه خیلی شد برای این با من نصیب تقدیر به چیزی که بود همه دیدم و گمان میکنم که تعریف نکنم و مادر خوب بودم برای فرزندم خوب گذراندید؟ خوب گذراندم راضیید؟ راضی هم بعضی جاهاش و نه بعضی جاها ما یک سوال داریم با همه مهمانمون میدیم فقط باید در آخر میدیم خب اگر امروز آخرین روز حیات شما باشد چیکار میکنید؟ هیچی تیار میشه مرگ تیار میشوید؟ خیلی برای یک روز میآید که مرگ هیچ کس دائمی نیست در این دنیا یگون چیز دائمی نیست نه عشق نه زندگی نه دائمی بودن نه بقوتی همش یک روز تمام میشد برای مرگ هر کس باید تیار باشه برنامه مثل برنامه های دیگر نبود یک وای اتشک یک جوهری بود در برنامه به من مخصوص شد